برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز، در برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم و امروز بعضی نظرهای خود را درباره اینکه چرا سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات همچون نامزد به انتخابات پرزیدنت راه نیافت ابراز خواهیم کرد. عثمانزاده که بنابر همیشه دسترس بودنش به مطبوعات و گاه انتقادهایش از منصبداران بین 5 رقیب امام علی رحمان شناخته ترین محسوب میشد، ولی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی نامزدی او را به قید نگرفت و همچنین نامزدی خود پیشبر فراموز ارگاشف از پایگاه انتخابات کنار افتاد. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان از معرکه انتخابات کنار زده شد. عثمانزاده دیگر نمیتواند برای کرسی ریاست جمهوری با رقیبان سرسخت چون لطیفزاده، غفارزاده، رحمتزاده و عبداللطیف وارد رقابت شود. رقابت شدید انتخاباتی اکنون بین همگی 5 حزب جریان خواهد گرفت. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی اعلان کرد که سبب ثبت نام نکردن داوطلب از حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده مطابق به قانون نبودن سندهای حزب بوده است. دقیقاً بنابر به طلبات قسم 3 ماده 65 کنستیتوسیون و قسم 4 ماده 24 قانون کنستیتوسیونی یعنی قانون انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان جوابگوی نبودن حجت ها. در دو بنده که کمیسیون با آنها تکیه کرده آمده است، شخص به نامزدی پرزیدنت به قید گرفته می شود که حداقل 5% انتخاب کنندگان به پیشنهاد نامزدی او امضا گذاشته باشند. پس سبب رد شدن نامزدی سید جعفر عثمانزاده نرسیدن شماره امضاهای جمع آورده شده برایش بوده است. اما خودی نامزد سید جعفر عثمانزاده دعوا دارد که 285,000 امضا جمع آورده مطابق طلبات و قانون سندها را دسترسی کمیسیون مرکزی انتخابات کرده است. همینجا میتوانم یک چیز را ذکر کنم که تماشابینان گرامی، سید جعفر عثمانزاده همگی یک روز پیش، 2 روز پیش، یعنی سنه 13 سپتامبر امضاهای جمع آورده‌اش را در اختیار کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گذاشته است. کمیسیون همگی در یک روز 285,000 امضا را تفتیش کرده برآمده است. اگر سید جعفر عثمانزاده راست گفته باشد که در حقیقت 285,000 امضا جمع آورده است، از این می‌براید که امضاهایی که ساخته هستند، امضاهایی که تقلبی هستند، وقتی که از امضاهای حقیقی اختصار بشوند، تعداد امضاها از تعداد امضای ضروری کم شده است. لیکن همین 285,000 امضا را چگونه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان در یک شبانه روز تفتیش کرده برآمده است؟ این یک سوال مطرح است. باید کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جواب گوید. اما هیچ یک از حزب‌های نامزدهایشان به انتخابات راه یافته و اندیشه ما خودشان نه امضای جمع کردند و نه کمترین تلاش در کمپینی پیش از انتخاباتی انجام میدهند. این چیزی انیق است. صدها دلیل علیه رسانه‌ای شدند که همه امضاها را برای همه حزب‌ها مقامات محلی با جلب آموزگاران و دیگر فعالان جمع آوری میکنند. 10 معلمان به ما نوشتند که به ورقه خالی امضا جمع کرده ایستاده، نامزد کی بودن را نمیدانیم. دلیل ها هست، وجود دارد، حتی صداها هست. ما به خاطر امنیت آنها این صداها را افشا نمیکنیم. اما هیچ یک این حزب ها
نه تنها هیچ دلیل از فعالیت انتخاباتیشان نشر نکردند، بلکه برای رد کردن این سر و صداها هم خود را تشویش نمیدهند. نمیگویند که نه ما خودمون جمع کردیم، یعنی عملا تصدیق میکنند که انتخابات تاجیکستان یک صحنه سازی ارزان و بی محتواست و آنها سپارش گرفتند نامزدی اشان را به قید مانند. اما چرا محض سید جعفر عثمانزاده که بیشتر از 4 رقیب دیگری امام علی رحمان به انتخابات رنگ و بو میداد به آن راه داده نشد؟ اگر تصمیم بر این شده که نامزد از 5 نفر بیشتر نباشد، چرا نامزدی رحمتزاده یا لطیفزاده که حتی بین روزنامه‌نگاران کمتر کسی میشناسدشان لغو نگردید؟ یا یکی از 2 موی سفید که یکی 70 ساله و دیگری 74 ساله است، چرا آنها نیو سید جعفر عثمانزاده از معرکه انتخابات رانده شد؟ یعنی انیخترش به معرکه انتخابات راه نیافت؟ با اندیشه ما حذف نام رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده از روی خط نامزدها 2 سبب دارد، هرچند این سبب ها هم به هم ارتباط دارند و می شود چون یک سببی اساسی نامید. رقابت دروغینی انتخاباتی در تاجیکستان به مسابقه ورزشی شباهت دارد که هم شرکت کنندگان و هم داوران را یک نفر انتخاب میکند و این نفری که هم شرکت کنندگان و هم داوران را انتخاب کرده است خودش هم در مسابقه شرکت میکند و بنابر همین امکانیت های به دست گرفتهش همیشه در مسابقات پیروز و قهرمان است. اما این قهرمانی همیشگی بسیار ترسک و احتیاطکار است. هیچ رقیبی را که امکان بیشتر از 1% پیروزی را دارد به مسابقه راه نمیدهد. خودش رقیبانش را از بین آنهایی که ورزش را حتی در خوابشان ندیدند انتخاب میکند و به میدان میبرد و مجبور میکند با او رقابت کنند. گذشته از این، با وجود این که میداند هیچ رقیبش ورزشکار نیست و کمترین شانس پیروزی بر او را ندارد، داوران را هم خریده است و آنها پیشکی میدانند که قهرمان همیشگی باید چقدر خال به دست آورد. اگر تماشابین جرأت کرد بگوید که رقابت خالصانه نیست، با استفاده از تمام راه‌ها صدای او را هم خاموش می‌سازد. سید جعفر عثمانزاده کم و بیش محبوبیت بین مردم دارد و در صورت دستگیری یافتن و استفاده شدنش از جانب قوه‌های ناراضی داخلی حکومتی امکان تنگ کردن صحنه به امام علی رحمان و برانگیختن شور را پیدا می کند. این هم در حالی که او یک بار الکی نشان داد که چنین امکان بعید نیست. یادتان باشد زمان اوج پهنشوی ویروس کرونا امام علی رحمان در کدام پناهگاه پنهان شده بود؟ معلوم نبود اداره عملی کشور در دست کی است. در همین حال سید جعفر عثمانزاده پیشنهاد عجیبی کرده بود. یادتان هست؟ سید جعفر عثمانزاده گفته بود باید رهبری استاد مبارزه با کرونا ویروس در دست نفری سختگیری و تاثیرگذاری داده شود و چنین نامزد تنها سیمومین یتیموف رهبری کمیته دولتی امنیتی ملی میتواند باشد. کارشناسان در حال تخمین زدند یتیموف میخواهد با استفاده از شرایط بحرانی و بی‌جرأتی رئیس جمهور اداره کشور را به دوش گیرد، چون آن زمان رسیدن به ریاست استاد مبارزه با کرونا ویروس به او امکانیت های بی محدود برای مانور میداد و تشکیل یک کودتا کاری آسان میشد. البته همگی 2 روز پس عثمانزاده حرفش را پس گرفت، عذرخواهی نمود و گفت که او را نادرست درک کردند
وقتی سری صداها در رسانه ها در شبکه های اجتماعی بلند شد گپش را پس گرفت. اما معلوم شد که سید جعفر عثمانزاده آدمی کی است؟ برخی کارشناسان به این نظر بودند که این اشتباه سیاسی آینده حضور سیدمومن یتیمov و سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات در سیاست را خط بطلان کشید و امکان زیادی به نفقه گسیل کرده شدن یتیمov را هم پیش بینی کردند. اما چه شد؟ نه یتیمov به نفقه رفت و نه عثمانزاده از سیاست کنار زده شد. معلوم می شود وزن رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بیشتر از آن بوده است که تصور می شد. البته بحث رابطه های عثمانزاده با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و رقابت داخلی در حکومت کشور موضوع بحث دیگر است. آنچه حالا عیان شد این است که رژیم امامعلی رحمان در یک حالت شاکی و ترسی افزاینده به سر میبرد و کوشش میکند از کمترین خطر خود را در کنار نگاه دارد. در همین آخرها در سفرهای امامعلی رحمان به منطقه های کشور هم برخی دیگرگونی ها به نظر می رسند. دیگرگونی هایی که طول 28 سال دیده نشده بودند. فقط همین سال دیده ایستادیم. بعد 28 سال حکمرانی امامعلی رحمان بالاخره از عرش کبر و غرور پایین آمد و در خانه چند از شهروندان عادی کشور مهمان شد. اما حولی شهروندان عادی کشور را میبینی به هیچ حولی دهقان و شهروند عادی مانند نیست. امامعلی رحمان بگذار عادی باشند. امامعلی رحمان از خوراک آنها تناول کرد. عجیب نیست؟ همچنین در سفر اخیرش به پنجکند یک صحنه عجیب نمایش داده شد. یتیم دختره توانست به نزد کارتژی با شدت محافظه شونده امامعلی رحمان راه یابد. رئیس جمهور هم برابر دیدن این دختر یتیم اشاره کرد که دخترک را نزدش آورند. نترسید، در دستش بمب هست چی است، او مکتبی که میتید زهر دارد چی دارد، نترسید. حتی محافظان تفتیش کرده ندیدند. این گونه صحنه ها حتی در کشورهای دموکراتی سؤال برانگیز می شوند و کارشناسان و تحلیلگران به آن با شبهه و چون صحنه قبلا تحریزی شده نگاه می کنند. چه رسد به کشوری مثل تاجیکستان که در 28 سال حکومت امامعلی رحمان بسیار کم واقع شده است که شهروند عادی بدون اجازه مقامات مخصوص تواند که به نزد رئیس جمهور راه یابد. ولی استفاده از این گونه صحنه‌سازی ها که قبلا امامعلی رحمان از آن حذر میکرد گواه این است که امامعلی رحمان لرزش در پایه های کرسیش احساس کرده است. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه های رادیویی پیام گذاشته می شوند. کسانی که این برنامه ما را از شبکه ماهواره تیپلیوس تماشا می کنید لطفاً نظرهایتان را توسط پیام فرستک های تلگرام، ایما، واتساپ و وایبر به رقم 49 15 16 46 15 947 فرستید. با امید دیدار در روز دیگر. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با آگاهی مردم شریف تاجیکستان با برابر فرارسی 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان شبکه نوین ماهواره‌ای تیپلیوس به کار آغاز می کند.
برنامه‌ها با زبان‌های تاجیکی و روسی پخش خواهند شد. شما می توانید آن را از ماهواره ایتل سات 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 تماشا کنید. ماهواره ایتل سات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، بسامد 11262، سرعت نشانی 27500، قطبش FEC 5.6.